شاهکاری‌های ادبیات جهان، بهترین نمونه‌های نظم و نثر جهان. شاهکاری‌های ادبیات جهان، نیروبخش معرفت، شکوفایی شعور و پرتوافشانی فروغ فضل و حکمت در خانه دل شما. از ارمغان معنوی شاهکاری‌های ادبیات جهان بهره‌مند شوید. شاهکاری‌های ادبیات جهان از رادیوی فرهنگ. شنوندگان عزیز، گفتارمون را از سلسله خوانشی بدیعی از روی اثر نویسنده داغستانی رسول غمزاتف داغستانی من در قرائت عبدالجلیل امان بشنوید. گفتار 44. وقتی که من در انستیتوت ادبی می‌خواندم، ادبیات یونانی قدیم را به ما سرگئی ایوانویچ راتسیک نام یک پیرمرد خوب درس می‌داد. او همین متن‌های قدیم را از یاد می‌دانست، به ما پارچه‌های کلان کلان را به زبان یونانی قدیم می‌خواند، به یونانی‌های قدیم خاص محبتی داشت، از وجه تأثیراتی در این بابت داشته خود همیشه نقل‌ها می‌کرد. او شعرهای قدیمیان را چنان می‌خواند که گویا خود مؤلفان اشعار می‌شنفته باشند. وی گویا می‌ترسید که خطایی می‌کند، مثل آنکه مسلمانی متعصب از غلط خواندن یگان سوره قرآن می‌ترسد. وی چنین می‌پنداشت که همین گپایش را ما کیها و بسا خوب می‌دانیم. او حتی گمان کرده نمی‌توانست که ادیسه و ایلیاد را ندانستن ممکن باشد. وی خیال می‌کرد که همین جوانان نو از جنگ برگشته 4 سال پیش به جز آموختن هامر، اسخیل، یوریپید کاری نکردند. او بار کم بودن دانش بچه‌ها را دیده قریب بود که بگیرید. وی را خصوصا من در حیرت ماندم. دیگرها در هر حال کم و بیش می‌دانستند. وقتی که او از من هامر را پرسید، من نقل درباره سلیمان سالسکی را سر کردم، زیرا به یاد داشتم که ماکسیم گورکی سلیمان را هامر عصر 20 نامیده بود. پروفسور به من نگاهی تأسف‌آمیزی کرد و پرسید تو در کجا کلان شدی که حتی ادیسه را نخوانده ای؟ من جواب دادم که در داغستان کلان شدم، کتاب در آنجا به قریبی پیدا شده است. برای کمی سبکتر کردن گناهم من خود را به یگان شرم و حیا غول کوهستانی نامیدم. آنگاه پروفسور با من این سخنانی فراموش ناشدنی را گفت: ای جوان، اگر تو ادیسه را نخوانده باشی، تو غول کوهستانی شدنت خیلی گپ است. تو حالا غول و جاهل مقرری هستی. اکنون وقتی که به یونان یا ایتالیا سفر میکنم، پروفسوری خود و مناسبت او را با ادبیات قدیم زود به یاد میآورم. آخر من به روسی به زور گپ میزدم، به زور میخواندم و هامر، سفاکل، اریستاتل، گیسیاد را از کجا میدانستم؟ بسا چیزهای عالم به داغستان دست نارس بودند. وی از بسا ثروت‌ها محروم بود. قصه از خوانشی حافظ ما تتا مرادف اشک ریزی کردنی مکسک و را من از این پیشم نقل کرده بودم. مرادف سواد نداشت. آن وقت سنش قریب به 60 رسیده بود. همه گمان داشتند که مکسک و را آواز حافظ متاثر گردانیده است، اما خودی مکسک و چنین گفت: من از دل سوزی میگیریم. عجب آوازی حیرت انگیز. اگر در وقتش وی استاد می داشت، آوازش عالم را در حیرت میماند. اکنون هیچ کار کرده نمی شود. هنگامی اندیشرانی هایم از تقدیر داغستان این سخنها به یادم می آیند. این سخنان نه تنها در حق تتمند، مگر کم حافظان و سربازان، نقاشان و پهلوانان هنر و استعداد خود را به عالمیان نشان نداده به خاک رفتند. نامشان نامشهور ما. شاید ما شلیپین و پادوبنی های خود را هم داشتیم. اگر به قوه گرکولیسی ما عثمان عبدالرحمنوف هنر مهارت زن می شد، شاید وی پهلوانی پشتش خاک نخورده ای بود. اما وی استاد نداشت. ما کنسرواتور و تئاتر، اینستیتوت، اکادمی نداشتیم. حتی مکتب نداشتیم. شرح ماضی را نمی گویند بر ما لابه ها. آب رفته رفت، راهی ما بود به انتها. من دوام قصه را که به خنجر شد رقم، از طفیل بابیان اکنون نویسم با قلم. در حق داغستان چنین می گفتند: این کشور چون کتابی نانوشته، چون سرودی نخوانده در صندوق سنگین خوابیده است. آن را که بیرون می آورد، کتابش را کی می نویسد و سرودش را کی می خواند. حرفها و کلمه ها کتابهایند کلید قلف آن صندوق. کلید قلفای وزنینی از سرینه داغستان در دست کی باشد؟
به نزد این قلفا بس آدمان گوناگون آمدند و حتی بعضا سرپوش صندوق را نیمراه کرده درون آن را دیدنی شدند. خود داغستانی ها هنوز در دست قلم داشتن را یاد نگرفته، بسیار مهمانان و سیاحان عالمان و تدقیقگر از خصوصی داغستان به زبانهای دیگر، به عربی و فارسی، ترکی و یونانی، گرجی و ارمنی، فرانسوی و روسی می نوشتند. در کتابخانه های قدیم نام تو را می جویم داغستان و می بینیم که نامت به زبانهای گوناگون ثبت شده است. در بند و کوبچی، چرکه و خنزق ذکر شده است. تشکر به سیاحان. آنها تمامی قهر دل تو و خصلت‌های مرکب تو را درک کردن نتوانستند، لیکن با وجود این نام تو را از حدود کوهستانمان اول آنها بیرون بردند. سپس سخن خود را پوشکین و لرمونتوف گفتند. در تموز روز اندر وادی داغستان، خفته ام ناچار و ناخنجار و با حال گران. الکساندر دیوما به داغستان آمده است. پولیژایف که داستان‌های ارپیلی و چیریورد را تعریف نموده است، اینچنین به داغستان آمده است. در حقیقت هر کی هر خیل نوشته است، اما تو را کسی مانند جوان نورس لرمونتوف و پیرمرد تولستوی انسان عمیق و صمیمی ادراک کرده نتوانسته است. در نزد همین وصافانت سری سفید گشته خود را فرود می آورم. من این کتاب‌ها را همچون مسلمانی قرآن خوان مطالعه می کنم. روزی که به پسر نام می دهند روزی خوشنودی بزرگ است. داغستان روزی که پسرانت به زبانهای مادری خود اولین بار در وصف تو سخن انشان کردند، می بایست همین گونه روزی خوشنودی بزرگی می شد. یاد دارم نخستین معلمه هم ویرا واسیلیونا مرا به نزد تخته برآورده خواهش کرد که نامت را بنویسم و من غلط کردم. من داغستان نوشتم. ویرا واسیلیونا به من فهماند که داغستان اسم خاص است و با حرف کلان نوشته می شود. آنگاه من این طور نوشتم داغستان. به نظری من چون نمود که هم دی کلان لازم است هم دی خورد. این هم غلط بود. سپس دفعه سوم من درست نوشتم داغستان. سال 1921 لنین بعد صحبت کردنش با وکیلان داغستان و کشور کوهستان چیزهای از همه ضرور غله، گزوار و حروف مطبعه فرستاد. داغستان اسب و خنجر داشت. لنین همراه غله به وی کتاب داد. انقلاب بر سر گهواری داغستان با مهر خم شد. داغستان بحر را دید، گذشته و آینده خود را دید و درباره خود نوشتن را آغاز نمود. سلیمان ستالسکی از مکسیم گورکی چنین خواهش کرده است: ما هر دو اکنون پیر شده ایم، عمرمان را دیده ایم، پستی و بلندی های زندگی را فهمیدیم، هر دویمان هم کتاب های چاپ شده را داریم، اما تو بروی کاغذ می نویسی، تو سواد داری، من می سرایم، چون که نوشته نمی توانم. من و تو داغستان و روسیه را تجسم می کنیم. روسیه با سواد است. در داغستان اکثری آدمان هنوز نام خود را نوشته نمی توانند. بجای امضا نقشی انگشت می گذارند. تو بجای ما یک بریگاد نویسندگانی با سواد را فرستاده نمی توانی که درباره ما داغستانی ها به اهل تمام مملکت و اهل عالم نقل بکنند. گفتگوی بین سلیمان ستالسکی و گورکی را افندی کپیف ترجمه کرده است. گورکی وعده داده است که خواهش او را به جا خواهد آورد، اما به سوی کپیف اشاره نموده گفته است که اکنون در داغستان جوانان سوادناک و صاحب استعداد به پایه رسیدند و اگر خود داغستانی ها درباره سرزمین خود به همین زبانهای جمهوریشان می نوشتند خوبتر می شد. چون که گفته است مکسیم گورکی در عرفیت شما می گویند احوال خانه را بهتر از همه دیوارهایش می دانند. پدرم می گفت چیزی را بنویس که می دانی و نوشته می توانی، آنچه را که نمی دانی از کتاب های دیگران بخوان. کتاب با کتاب انس بگیر، آن که زهر ابراقش نگهت آب خورد راست بگوید دائم. گر تو دارایی چخان یا که نداری پلی پوچ، نکند فن ره راست بپوید دائم. سر تعظیم فرود آر سوی هر صفحه، شهد و نوشه که همه دانش و حکمت دارد. تشنه علم بشو دان نه همدانی تو، دانش اندوخت عقل تو فراغت دارد. آن سلاح است که از دست ورا هیچ منه، تو از او شکوه کنی یا نکنی مونس توست. از تو زینهار نرنجد اگرش ترک کنی، گر وفایش بکنی
باز کند راه درست. باش سالار خرد درگه او آداب است، باغاش انبوه و فیض و برکت بسیار است. تو در آن باغ چو مهمان عزیز باشی، میوه پخته بچینی چقدر در کار است. از کتاب ارزوی و قسمت خود را میجوی، دان نپرسیده به دل جای گزیند شاعر. نظم را مونس و همراز دل خود میدان، تا به هر مشکل تو نظم بیابد تدبیر. وقتی که من به نزد پدرم شاعران جوان شعرهای خود را می آوردم، پدرم اول حسن خطشان را از نظر می گذرانید، زیرا آگر چه خیل باشد صاحب زمین هم همان خیل است. سپس او غلط‌ها را اصلاح می نمود، علامت‌های است را می گذاشت و سر بنجانیده گویا چنین می گفت درست نوشتن را یاد گیر. بعضی از جوانان خجالت آمیزانه می گفتند که هامری عصر 20 بی سواد بود. نه خود من به خبر، پاسخ می داد پدرم. به هامری جوان در داغستان این گونه هامرها حالا هم بسیارند. حتی غلط‌های املایی شعر پدرم را عصبانی می کرد. وقتی که شعری او در روزنامه با غلط‌های زیادی چاپ شد، پدرم این هجویه را نوشت. چون ناگاه به سرود من جفای رخ نمود یاران، فرستادم به روزنامه به روز جشن داغستان. ببینم اوز چون جودار شده تلقان شده ابجک، تو گویی رو به رو گشته بره با سیرپیخ کلتک. و یا افتاد بر دستی گروهی مستی مستغرق که رقصیدن مستانه و پشتی او زده کلتک. و یا در مشت جنگی سخت سوی جانداد لیان افتاد، زی مهمانداریشان بگریخت به صد زاری و صد فریاد. زده بیرحم بیتی را به پشتی گردنش آنسان، که معنای نخستش را نمی یابد یگان انسان. زده آنسان و کوبیده سپس با تازیانه نیست، که در نزعی روان ابیات امیدی زندگیشان نیست. دریغی استخوانی سر چی زخم و ریشه ها دارد، چون این احوال زشت و نحس بسا در حیرتم آرد. که ورغهاش بشکسته سرودم بی شرف مانده، چونان که مصطفی بدگشت به زیری سنگ پر مانده. شما در هر شماره گر چون این قربانی ها دارید، دلیرانی غلطکاری به هر جا نام برارید. ولی تنقیدی خود هر جا گناه را کم کند شاید، شما این شعر را هم باز از این رو نشر بنمایید. پدرم هر کدام آنهایی که پدرم را می دانستند او را شاید به طور خود تصور می نمودند. البته وی جفت هم می راند، علف هم می دروید، به عرابه علف بار می کرد، به اسب یم هم می داد، از سواری هم می کرد. ولی من او را فقط کتاب در دست می بینم. وی کتاب را همیشه چنان به دست می داشت که گویا کتاب پرنده است و همین حالا از دست پریده می رود. او مهمان نواز بود، لیکن اگر کسی آمده کتاب خانه‌اش را قطع بکند دست و پا خورده خجالت می کشید، گویا که نمازش را ویران کرده باشم. در ساعت‌هایی که پدرم کتاب می خواند مادرم نوک پا راه می گشت و دائم انگشت به لب نهاده ما را مجبور می کرد که پست کپ زنیم، مغل نکنید پدرتان کار می کند. مادرم درست می فهمید که کتابخانه برای نویسنده کار است. خودی مادرم گاه جرأت کرده به نزد پدرم می درآمد تا بپرسد که چیزی لازم است یا نه، سیاهی دوا تمام شده است یا نه. مادرم از دوات پدرم همیشه باخبر شده می ایستاد و نمی گذاشت که سیاهیش خشک شود. اگر در حیات پدرم همگی 2 روزی خرسندی بوده باشد، آن هم به شرافت کتاب است. پدرم برادر یگانه 7 خواهر بود، یگانه پاپخ در عائله. همه‌شان از پدر و مادر بر وقت یتیم ماندند. پدرم از اول خود نیز بر وقت برآمده رفته است. عمکش که سرابان این یتیمان بوده است، غمزت را به اول دیگر به مدرسه فرستاده است و گفته است اول کلان باشد عقلش هم زیادتر است. از همان وقت سر کرده پدرم از کتف خورجین را که در یک چشمش کتاب و در چشم دیگرش تلقان بوده است نپرتافته اول به اول گشته است. باید گفت که وی ثروتمند شده برگشته است. در مدتی مسافرت‌هایش پدرم دانش اندوخته است. همان وقت در گدیکنی اول با گفتند اگر استعداد و دانش خود را به یک عرابه بندی سیاحتی دور و دراز می شود. آنها خطا نکردند. نام پدرم مشهور شد. بسیار بیت‌های او مثل ضرب المثل پهن گشتند. پدرم بسیار اثر می نوشت، هم برای کلانسالان می نوشت، هم برای بچه‌ها، هم برای از حیات روندگان. او شعر، داستان، نمایشنامه، مثل، افسانه می نوشت. خطش روان هموار بود، زبانش همچنین، خود نیز چنین بود.
خوشخطی غمزت را دانسته در جوانیش روی بردار کردنی قرار، مراجعتنامه به خلق برین هر گونه کاغذها را به وی می سپاریدند. وی به الفبای گوناگون عربی، لاتینی، روسی می نوشت. از راست به چپ هم می نوشت، از چپ به راستم. از او سوال می کردند چرا از چپ به راست می نویسی؟ دل از طرف چپ، الهام از طرف چپ، هر چیزی را که برایمان عزیز است به سینه چپ خود پخش می کنیم. چرا از راست به چپ می نویسی؟ قوت آدم در طرف راست است. دست راست نشان گیرند هم به چشم راست نشان می گیرند. پدرم اکثرا با حروف عربی می نوشت و خودی آن حرفا را، شکل آنها را می پسندید. آن حرفا به نظرش زیبا می تافتند. به دیدن خطی بینور به ترتیب تاب و طاقت نداشت. او از یک رفیق دیرینش مکتوب گرفت که آن به حروف عربی به ترتیبانه نوشته شده بود. پدرم آن را چنین حذف کرد: یک حرفی تو چون دفی کفیده، نقطه به سرش چو سنگ قیراق، دیگر چو سرا فتاده بامش، استون کشال تکی تاق. وان حرف به زیر شوخ فتاده، ابجق شده از تو در شگیفت است. پوشیده پپاخ تا سری چشم، دیگر همه صفره ها گرفته است. یا کلکی تو پنجه پیشک بود، نه حرف چو سرشاخ بودته. صف هست تو بیشه که بوران، تای کرده و یا طرب بدستان. این گونه خط و اصول انشا، آموختی در چیسان دبستان. این شعر در وقتش بسیار کسان رو رنجانید. بعضی ها برای آن رنجیدند که شعر را درست نفهمیدند، بعضی ها برای آن که بسا خوب فهمیدند. یا خیلی کسان پین داشتند که غمزت ویران کرده نوشتن حروف عربی را، نه بلکه خودی حروف عربی را حذف کرده است. اکثرا بعدی پیشین ساکنان اول در بالای بام خانه ما جمع می آمدند. پدرم با آنها قصه و حکایت و شعر و روایت های عجایب می خواند. اشعار گوناگون وزن عربی موزون صدا می داد. پدرم زبان روسی را نمی دانست و اثرهای چیخوف، تولستوی، رولند را هم به عربی می خواند. کوهستانیان در آن زمان درباره یگان نفر از این ادیبان تصور نداشتند. پدرم بیشتر از همه چیخوف را میپسندید، خصوصا خمیلیان. با قلمون حکایش به او معقول بود و آن را گشته و برگشته مطالعه میکرد. عموما عربی در جایهای ما خیلی پهن گشته بود. بعضی ها از آن سبب به عربی می نوشتند که داغستان الفبای خود را نداشت. بعضی ها برای آن که این زبان در نظرشان از زبانهای داغستانی خودشان غنیتر و فصیح‌تر می نمود. همه کاغذ و حجت‌های رسمی به عربی نوشته می‌شدند. تمام کتیبه‌های سنگی مزارها به عربی. پدرم این کتیبه‌ها را نسخ خوانده و شرح داده می‌توانست. بعداً زمانی رسید که زبان عربی را باقی مانده بورژوازی اعلان کردند. آدمانی به عربی خوانده و نوشته می‌توانستگی ضرر دیدند. کتابخانه ضرر دیدند. کتابخانه‌های تمام که معارف پروران داغستان علیبیخ، تخاخادی و جلال قرقماسف با مهنت زیادی داشته بودن از دست رفتند. جلال در سوربن تحصیل علم کرده بود، 12 زبان را میدانست. دوستی اناتول فرانس بود. وی در اولهای کوهی عراق و اسب مادگاف سانیتر یک کف و آرد و یک پاره بومزی داده کتاب‌های قدیم را جمع میکرد. دست‌نویس‌های زیادی هم نابود شدند. چه تلفاتی بی بازگشتی علمناکی. آیا کتابی بسا رنجیده داغستان تو را به خطهای گوناگون، به حرفهای گوناگون، به زبانهای گوناگون نوشتند؟ از آن سبب نوشتند که نوشته نمی توانستند. بی غرضانه، بی مزد، بی حق قلم نوشتند. این کتاب را انقلاب نشر کرد. روزنامه کرسنی گاری کوهستانی سرخ با وجود آمد که بعدتر نامش گاریتس کوهستانی بولشویک می شد. در این روزنامه اولین بار شعرهای پدرم چاپ شدند و سالهای زیاد با این روزنامه نه فقط همکاری داشت بلکه در آن کاتب هم بود. من آن وقتها حیران میشدم که روزنامه شعر را چقدر زود چاپ میکند. چرا حیران نشوم؟ شعر را که دیروز پدرم در پیش نظری من مینوشت امروز در روزنامه خواندن ممکن بود. سپس شعرها یک جای شده به کتاب تبدیل میافتند. تمام حیات پدرم، تمام کارش در 4 جلد سنگین جای گرفته است. الفبای نو پیدا شد. پدرم آن را با شادمانی پذیرفت و دائم غم میخورد که از سبب نابودن الفبا داغستان از مدنیت بزرگ روس دور است. او میگفت داغستان یک قسم مملکتی بزرگ ماند. داغستان باید این مملکت را داند، تمام انسانیت را داند، کتاب زندگی آن را خوانده، خط آن را فهمیده تواند. راه نو، جهان نو، آدمان نو، چنین بودند شعارهای آن وقت. پدرم فرزندان خود را نیز به استقبال این دعوت زمان فرستاد. راه نو گشادن آسان نبود.
بسیار آدمان به نو سنگ راه می شدند. بسا تیریزه های اولین مکتب ها شکستند. بدخواهان معارف می گفتند این چه دنیایی است که چوپان کتاب می خوانده است و آسیاب درس. آنها باید چوپانی و آسیابانیشان را بکنند. از این بدترش هم شده بود. یاد دارم تیره که به سوی معلم پرانیده شده بود به خریطه دیوار مکتب رسید و پدرم در این خصوص گفته بود این نابکار به یک تیر قریب تمام جهان را شکاف کرده بود. شنوندگان عزیز، یادرس می شویم که شما گفتارمان را از سلسله خوانشی بدیعی از روی اثر نویسنده داغستانی رسول غمزاتوف داغستانی من در قرائت عبدالجلیل امان شنیدید. کارگردان موجیگول یوسفووا. پایان گفتار 44